پس از حمله در تالار کراکو سیتی هال واقع در کنار مسکو در روسیه، تفتیش قهوه‌خانه و طربخانه هایی که مهاجران آنجا می روند افزایش یافت. بعضی از مؤسسات بنابر زود برگزار گردیدن ریدها مجبور شدند کار را بس کنند. حالا بسیار طربخانه ها و قهوه‌خانه ها بسته شدند زیرا پلیس زود آمده تفتیش میکرد. نمیدونم در دیگر شهرها چگونه است، اما در مسکو 75% قهوه‌خانه های خرد و کلان بسته شدند. سردار زاده ازبکستان بوده در مسکو قهوه‌خانه دارد. او نیز ناچار کارش را بس کرد. به گفته او پس از حمله تروریستی در ولایت مسکو فشار بالای مزاجان افزایش یافته، شماره مشتریان کم شد. تصور کنید که از 100 مشتری تنها 50 نفر می آید، اما شما برای 150 نفر خوراک آماده کردید. روز دیگر نه 50 نفر بلکه 25 نفر می آیند. همین طور شما می فهمید که مجبورید در آشخانه‌تان را بندید. مهاجران کشورهای دیگر نیز اعتراف می‌کنند که افزایش بیگانه ستیزی و ریدها پس از حمله تروریستی به تجارت طربخانه‌ها ضربه سخت رسانیده است. حالا حجت‌های همه را در کوچه و مترو تفتیش می‌کنند. مخصوصاً ازبک‌ها و تاجیکان را بازداشت می‌کنند. خودی من هم با ملتگرایی دچار شدم. وقتی به مغازه برای خریدن آب در آمدم، فروشنده یک زنی روس بود و به من خدمت رساندن نخواست و گفت که شما تروریست هستید. رید در همه چایخانه ها گذرانده شد. هر کسی حجت نداشت جریمه می شد. پیشتر آدمان بسیار بودند، اکنون خیلی کم می آیند. تاجیکان قهوه‌خانه های زیاد داشتند. برایشان دشوار شد. مجبور شدند که مؤسسه های خود را ببندند. سردار پس از بستن قهوه‌خانه‌اش در مسکو حالا در دکان گلفروشی به حیث فروشنده کار می کند و تجارتش را پر ترک نکرده است. بعضا همراه تیم کاریش ضیافت‌های سیار را تشکیل می کنند. ماهی 1 یا 2 بار برای تشکیل ضیافت زنگ میزنند. برای ما این درآمد علاوه‌ای است. من گروه خود را دارم که از پیشخدمت، آشپز، فراش و راننده عبارت است. طبق آمار پلیس مسکو تا 10 اپریل در پی ریدها در سمت مهاجرت بیش از 6000 قانون شکنی ثبت شده است. 840 مهاجر را از خاک روسیه بیرون می کنند. اما حقوق شناسان و کارشناسان این ساحه بارها در رسانه ها تاکید کردند که شماره اخراج شده ها به مراتب بیشتر خواهد بود.